آخ آخ. چه شده کت خدا؟ چه شده؟ باز هم کابوس دیدید؟ وضع خراب است. جنگ در غزابات هم دارد دامن خودمان را میگیرد. همین روز هاست که اهالی دوباره بیایند فکمان را پایین همی بیاورندی. کت خدا، میخواهی گشت های الاغی را بیاندازم؟ آخر الاغ مگر کم گشت الاغی و الاغبان را همی انداختیم. کت خدا، من یک فکر بکری دارم. من میگویم استخوان پارتی راه بیاندازیم، استخوان بچرخانیم، سر اهالی گرم هم میشود. ای جانم، تو همان تکه علفی هستی که آدم موقع غرق شدن باید به آن همی بچسبد. بروید استخوان پارتی راه بیاندازید ببینیم چه میشود. این استخوان‌ها چقدر دراز است. اینها استخوان چه می باشندی؟ اینها استخوان الاغ مشمش می باشندی. کت خدا، اگر اهالی بفهمند خودمان را در همین تابوت میاندازند. ای بابا، کار ما از این حرفها گذشته. مگر من توی الاغ را به جای رئیس جمهور فینیتو جا نزدم؟ حالا این استخوان هم روش. بروید در کوچه های فینیتو استخوان پارتی را همی بیاندازید. کت خدا، این دقل بازی ها جواب نداره. استخون پارتیتم سگ خور شد.